بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه عزیزان شرکت کننده در همایش سالانه دورتموند که حالا دورتموند دوم است و مناسبت امضای سازشنامه صلح در کشور عزیزمان. من زیاد وقتی عزیزان را نمیگیرم، فقط دو سه نکته هست که خدمت عزیزان عرض میکنم، بعد رفع زحمت میکنم. نکته اول این است: آیا امضای این سازشنامه از سوی اپوزیسیون تاجیک مخالفین کاری درست بود یا نادرست؟ جواب این است: به نظر من کاری کاملا درست بود، هم عقلاً و هم شرعاً. اما عقلاً به این جهت که هیچ کشور با جنگ و خونریزی و کشت و کشتار بین شهروندان و فرزندان خودش به جایی نرسیده. این را هم تاریخ ثابت کرده و هم شما نگاه کنید، در هیچ کشور وقتی جنگ هست پیشرفت و ترقی هم نیست. و اما شرعاً هم این کار درست بود، چرا که قرآن می‌فرماید از صلح و خیر، صلح و سازش در هر صورت نیک است. بنابراین اپوزیسیون تاجیک مخالفین هرگز از این کار پشیمان نیستند، بلکه افتخار دارند که در اوج قدرت آمدند به خاطر برقراری صلح و سازش در کشور حاضر شدند امضای یعنی این سازشنامه را امضا کنند. پشیمان شاید کسانی باشند که امروز آشکارا اعلام میکنند که ما با کسی چیزی را امضا نکرده ایم. همین حکومت کنونی، حاکم کنون میگوید من هرگز با کسی با جهت زیر چیز امضایی نگذاشتم. آشکارا این را میگوید، خجالت هم نمیکشد. اینها زیری همه چیز را، قید همه چیز را زدند. قید امضاهایی که گذاشته‌اند را یک زمان زدند همش را. قید تمام سوگند و عهد و پیمانی که بسته بودند زدند. پایبند نیستند به هیچ چیز، انکار میکنند. اینها پشیمان هستند. بله، پشیمان هستند که چرا امضا کردند، یعنی باید همان زمان همه را از بین میبردند، اما چون نشد یک فرصت مناسب منتظر فرصت مناسب بودند و فرصت که فراهم شد باز و همان کاری اولشان اقدام نمودند، یعنی به سرکوب مخالفین که فرزندان همین ملتند. اینها از مریخ پایین نیامدند، فرود نیامدند، فرزندان همین مرز و بوم هستند. بنابراین در مرحله کنونی مبارزه ما مخالفین اپوزیسیون فقط این برای برقراری، فقط برای ترقی و پیشرفت کشورمان نیست، فقط برای اینکه دموکراسی و آزادی برقرار باشد نیست، بلکه برای حفظ این دستاورد هم هست. ما نخواهیم گذاشت که این صلح، این دستاورد بزرگ و فراموشی سپرده شود. در مرحله کنونی همه نیروهای مخالف، همه نیروهای فعال روی دست هم گذارند و هم دست دهند، متحد شوند و کار کنند که سرنوشت کشور و ملت عزیزمان به دست یک خانواده، یک نفر رقم نخورد. این مصیبت است. باید جلوی این را گرفت که خواهیم گرفت و این امکان پذیر است، شدنی است انشاءالله. نکته دوم که این هم مهم است این است: ببینید عزیزان، حاکم فعلی که گفتیم آدمی ارزشمدار نیست، پایبند به هیچ چیزی که یک زمانی وعده کرده، عهد و پیمان بسته نیست. یک وقت این آدم سوگند یاد کرده بود که من دیگر همه چیز باید فراموش شود. کسی که اون دوره را بیات می آورد یا احیا می کند و خائن است و از این حرفا. خب اینا همه میدانید، اما امروز زیر پای همه چیز زد، زیر قید این را زد. امروز آشکارا کارهای همون سالهای 90 را تکرار میکند، واقعیت ها را تحریف میکند، تمام بدبختی ها را به گردن مخالفین بار میکند و این تحریف تاریخ است. باید جلوی این را بگیریم. ببینید ما وظیفه داریم، اصلا واجب است که امروز با
ارقام، آمار و ارقام، اسناد و مدارک جلوی این تاریخ را بگیریم، به مردم، به سمع و نظر مردم عزیزمان برسانیم که سببگاری تمام بدبختی ها همین آدم است، همین گروهی که امروز زمام امور اداره کشور در دستان آنهاست، اینها بودند. وگرنه اپوزیسیون چیکار کرد؟ اینها میخواستند، اینها تظاهرات کردند که کشوری مستقل باشد، یک تاجیکستان کشوری مستقل باشد، آزادی در آن برقرار باشد، حکومت ها دست به دست شود. همین را میخواستند، اما اینها را سرکوب کردند. همینها وادارشان کردند که مهاجرت کنند، جنگ را بر اینها تحمیل کردند. همینها با کمک بعضی از کشورهای همسایه متاسفانه. و امروز میبینید که این واقعیت ها را تحریف میکنند، همه چیز را به گردن اپوزیسیون بار میکنند. این را باید جلوش را گرفت. اگر انشاءالله تلویزیون راه اندازی شد و از طریق شبکه‌های اجتماعی عزیزان با آمار و ارقام، اسناد و مدارکی هست در دستان ثابت باید کنیم که تمام بدبختی ها سببگارش همین ها هستند. فرانت خلقی است، اینها باید گفته شود. سکوت اصلا خیانت است در این موقع، باید گفت اینها را. نکته سوم این است عزیزان، ببینید اخیراً این همچنین صداهای شنیده شد مبنی بر این که نه راهی حکومت درست است و نه راهی اپوزیسیون فعلی، و باید راهی سومی را انتخاب کنیم. ببینید اینکه راهی دولت حکومت نادرست است، این را همه متفق القولیم، همه اتفاق نظر داریم، کسی شکی ندارد. اما چرا راهی اپوزیسیون را زیر سوال بریم؟ کجاش اشتباه بود، کجاش خطا بود؟ یعنی من متوجه نیستم. این راهی سوم و چهارم و پنجم، ببینید هر کسی اختیار دارد. بخواید راهی سوم و یا چهارم و یا پنجم یا ششم تا دهم ارائه کنید، شما در ارائه نظر، در ارائه راه اختیار دارید، اما به جهت کسی را زیر سوال نبرید. ببینید اشتباه، کسی که کار میکند اشتباه میکند، بله این طبیعی است، اصلا اشتباه را کسی نمیکند که هیچ کاری نکند. اما آیا میتوان گفت که راه اپوزیسیون از ابتدا از بیخوبون اشتباه بود؟ نه. تاجیکستان یک کشوری با اکثریت مسلمان است، یک جامعه با اکثریت قاطع مسلمان. بعد اون وقت در یک همچنین جامعه شما گویید که احزاب و گروه های دینی مثلا با خاراکتر دینی اصلا باید جلوش را گرفت. چرا؟ شما یا با جامعه آشنا نیستید یا با این مردم. بنابراین همون راهی اپوزیسیون در ابتدای همون سالهای 90 کار درست بود که آمدند اسلامی ها با احزاب و گروه های مختلف با گرایش ها و دیدگاه های متنوع با هم شدند، گرد هم آمدند، متحد شدند و این درست بود. اصلا در جامعه مثل جامعه تاجیکستان همین روش درست است، نه حذف یک طرف و بودن یک طرف دیگر. خب الان همین حاکمی فعلی هم کارش همین است، میخواد این که برکشتی فقط خودش باشد در متن این کشتی. این درست است؟ درست است. وقتی درست نیست این روش را دیگران تکرار نکنند. باز تکرار میکنم، انسان در ارائه راه و راه حل و یا نمیدونم اظهار نظر آزاد است، همه آزادن، کاری نداریم، اما به جهت زیر سوال بردن هم درست نیست. اگر واقعا دلتان میسوزد برای این ملت، دلتان میسوزد و واقعا بخواید خدمت کنید، خب در کنار اپوزیسیون قرار بگیرید، پیشنهادهای خود را ارائه بکنید، نه اینکه یک دکانی اونجا تأسیس کنید و بعد سبب انشقاق و تفرقه گردید. این درست نیست به نظر من. نکته اخیر این است عزیزان، من این نکته را عرض کنم و بعد رفع زحمت کنم. ببینید در این میان یک افرادی هم هستند، کارشناسان، آدمانی غرض و مرضی ندارند، اما کارشان این شده که ناخودآگاه ناخواسته اشاعه ناامیدی میکنند در بین مردم، در بین خصوصا مخالفان. اینکه اینها در خارجند، کار از دستشان برنمی آید، فعالیت از طریق شبکه‌های اجتماعی به جایی نمیرسد، یک همچنین بعضی ناامیدی کاشتن است اینها و این درست نیست. بالاخره اینها آیا متوجه نیستند که
هر کاری باید از این نقطه شروع شود. از آسمان که یک دفعه که چیز فرود نمی آید. در تاریخ نگاه کنید، هر مبارزه، هر موفقیت بالاخره از یک جایی شروع شده است. وقتی شروع شده است خیلی زمان برده است. این خیلی نیست که یک دفعه یک چیز فراهم شود و همه مشاهده کنند که نه، یک فرایندی، یک روندی را باید پشت سر گذاشت. بگذار زمان بار باشد، اشکالی ندارد. نه اینکه همه تماشابین و منتظر باشیم که مائده آسمانی فرود آید. این چنین نیست عزیزان. باید فعالیت کنیم، ناامید نشد و اینها نتیجه خواهد داشت، ثمره خواهد داشت، من شکی ندارم. ثانیاً در تاجیکستان اپوزیسیون و مخالفان حضور دارند که در آینده خواهید دید. خب من با همین بحثم را تمام کنم. برای همه عزیزان موفقیت بخواهم. تا بازدید. خدا حافظی همه شما.